سلام بچه‌ها، خدا قوت. خیلی خوش اومدین به کانال ما. حتما کانال رو دنبال کنین، برای دوستاتون این پست رو بفرستین و پردرآمد بشین. ما همه ایرانی هستیم، هوای همدیگه رو داریم و قراره اینجا پول در بیاریم. پلتفرمی که میخوام بهتون معرفی کنم پلتفرم نیر والت یا هیر والت از شبکه نیر هستش که یه کیف پول داره و یه بات تلگرامی که میتونیم باهاش توکن حاکمیتی شبکه نیر یعنی هات رو اینجا ماین کنیم. خیلی کار خاصی نیست، خیلی راحت میشه ماینش کرد. تنها چیزی که نیاز دارین اینه که شما برای ماین کردنش به یه مقدار نیر نیاز دارین. البته بدون نیر هم میتونین ماین کنین. زمانی که کلایم هات رو میزنین تو این قسمت استوریج، زمانی که کلایم هات رو میزنین، کلایم هات رو که زدین، یا اگه نیر داشته باشین که از نیرتون کارمزد اون مقدار هاتی که میخواد براتون ماین کنه رو برداشت میکنه. اگه نیر داشته باشین که نیر رو پرداخت میکنه، اگه نیر نداشته باشین موضوع فرق میکنه و از نیرتون همون مقدار رو کم میکنه و براتون برداشت میکنه. کار خاصی نداره. این اولین موضوع دوم اینه که بچه‌ها شما به اول کار یه چیزی نیاز دارین. این بالا سه نقطه رو میبینین، پایینش یه پیچه. این پیچه تو این سید فارز رو میزنین و سید فارزتون رو کپی میکنین و میبرین یه جایی مینویسین یا کپیش میکنین توی سیو مسیجتون توی تلگرام که همیشه داشته باشینش که گمش نکنین که شاید آپدیتی چیزی اومد یهو دیگه تمام زحمتاتون به باد نره با سیو نکردن یه سید فارز. موضوع بعدی اینه که توی این قسمت استوریج، توی این قسمت سه تا گزینه اون پایین هست، ببینین بوست، میشن و فرند. توی این قسمت فرند میتونید دوستاتون رو دعوت کنید. ببین من 30 نفر دعوت کردم، 30 نفر از دوستام. هر دوستی رو که دعوت میکنین، اونم که کلایم میکنه هات رو ماین میکنه، 20% بهتون کشبک میده و دوستاتون هم که یعنی دوستاتون که کسی رو دعوت کنه بهتون 5% هم از اونا بهتون میرسه. ببین این دوستانی که اینجا ماین کرد. حالا اینم اینوایت فرند رو که بزنین براتون کپیش میکنه، خیلی راحت برای دوستاتون ارسال میکنیم، اونا هم وارد میشن و خیلی راحت ماین میکنن. قسمت بعدی قسمت بوسته که اول کار برای شما هر 2 ساعت یه بار اینجا میایین آپدیت میکنین، آپگرید میکنین و خیلی راحته. فقط 2 هفته اول یه مقدار سخته، بعدش دیگه آسون میشه. گزینه دومم که الان من لولش رو 6 کردم، یعنی تمام کردم، مکسش کردم، نون مولتی فایر پلیسه، اینم سرعت ماین کردنتون رو بیشتر میکنه. ببینین سرعت من چقدر بالاست، حالا مقایسه میکنیم بعدن که چجوری سرعت رو میبریم بالا. گزینه بعدی هم که اینجاست، اینجا توی هر 1 ساعت ضرب در 2 مقدار هات بهتون میده. اگه لول 5 اگه لول 6 برین که هنوز باز نشده، که من هنوز آپدیتش نکردم، اون موقع دیگه هر 1 ساعت ضرب در 3 بهت میده، بهتون ضرب در 2.5 میده. عذرخواهی میکنم. خب حالا چجوری بعد اینو انجام داد؟ اولین کاری که میکنین اینه که دانلود موبایل اپ روش که بزنین این نرم افزار براتون دانلود میکنه. حالا نرم افزار بس میشه به کجا؟ یا اپ استور یا گوگل پلی، اندروید. این هیر والت رو دانلود میکنین، میان بالا و توی این قسمت ایمپورت، ایمپورتتون رو یا اسخای میکنم سید فارزتون رو ایمپورت میکنین توی اون کیف پولتون. قسمت دوم اد نیر، یه مقدار نیر میگه که واریز کن توی کیف پولت. حالا چجوری باید نیر واریز کنیم؟ توی صرافی. از صرافی کجا؟ ببینین از این صرافی اولین کاری که میکنین، از هر صرافی میتونین، مکسی، بینگیکس، برمیگردین این کدتون که اون بالا نوشته، ببین پی فرزانه دات تی جی، اینو کپی میکنین، برین توی صرافی. اول باید برین نیر بخرین. خب ببین من الان نیر مثلا 7.32، من مثلا اگه دو تا نیر بخوام بخرم، عذرخواهی میکنم اینجا اشتباه نوشتم، لیمیتو میزنم، من مثلا 2 تا نیر میزنم بای، بعد بخوام انتقالش بدم چجوری؟ اینجا تو این قسمت انتقال که میخوام انتقالش بدم، اینجا ببینین اینجا آدرسو که میخوام بزنم، آدرس خودمو میزنم، آدرسی که زدم شبکه رو انتخاب میکنم نیر، بعد
چه مقدار نیر رو میزنم، همون مقداری که میخوام میزنم و میاد میشینه اینجا تو کیف پولتون و توی این هیر والت هم واسهتون نشونش میده که براتون اومده. خب با این کار میتونین کارمزد شبکه نیر هات رو پرداخت کنین، نیر رو پرداخت کنین و میتونین این میشن رو انجام بدین. این میشن این نبود تو قسمت بوست، این میشن رو انجام بدین. میشن رو که انجام بدین لولتون میره بالاتر. قسمت بعدی اینه که $1 واریز کنم، قسمت بعدی اینه که دوستمون رو دعوت کنیم. این میشن رو که انجام بدین لولتون میره بالاتر و سرعت ماین کردنتون بیشتر میشه. این قسمت هم توضیح دادم. خب بریم قسمت بعد. چرا ازش اومد بیرون؟ وای دوباره برم داخلش. خب متوجه شدیم بچه تا اینجا؟ توی این قسمت بوست که زدم نشونتون میدم، توی این قسمت یه سری میشن هست که اول کار میتونین برین انجامشون بدین. خب ببینین شما 4 تاشو بیشتر نمیتونین انجام بدین. این 4 تا رو که انجام بدین، خب این 4 تا رو که انجام بدین یه مقدار هات بهتون میده. میگه که اینجا همون مقداری که اول کار هاتو بزنین بعد بیان روی این دومیه بزنین، این مقدار هات آپدیت براتون کامپلت میشه، یعنی موفقیت آمیز میشه و خیلی راحت انجامش میدین. مرحله بعدی اینه که میگه که بکاپ بگیرین از سید فایلتون. میرین سید فایلتون رو نگاه میکنین، مثلا اینجا 4 تا کلمه بهتون میده، این 4 تا کلمه رو اینجا میزنین و خیلی راحت سید فایلتون رو بکاپ میگیرین. نکته بعدی اینه که میگه یه مقدار نیر انتقال بده، یه مقدار کمک کن به دوستت، کمک میکنه به دوستت، کامپلت میزنه براتون. یه مقداری هم اینجا میگه سواپ نیر به یووان. حالا این کارا رو چجوری باید انجام بدین؟ ببینید برمیگردین تو این قسمت سواپ. خب تو این قسمت سواپ نیر رو اون بالا نیر رو انتخاب میکنین، همون مقداری که دارین. یه مقدارم یووان رو انتخاب میکنین. اینجا میزنیش به مثلا $، اینجا یه دونه رو میزنی و خیلی راحت اینو که بزنی برای دوستت سواپ میکنی و خیلی راحت این کار انجام میشه. حالا سواپ رو چجوری انجام میدی؟ ببینی انتقال چجوری انجام میدی؟ روی نیر که بزنی سندو بزنی، ببینید مثلا این دوستای منن. خب مثلا من اینو برای دوستم میخوام $1 بفرستم. چجوری میفرستم؟ $30 $1 بهش بفرستم. اینو ببین من الان میخوام برای دوستم $1 بفرستم. دیدین خیلی راحت الان برای دوستم $1 رفت. ببینین الان پویا دریافتش میکنه. خب برای دوستم $1 میفرستم. بعد حالا اینجا میام این میشنم انجام دادم و خیلی راحت یه مقدار هات میگیرم و میتونم خودم رو آپدیت کنم. فرندارم بهتون توضیح دادم که از این قسمت فرند میتونین اینوایت فرند رو بزنین، دعوت کنین و اگه دوست داشتین توی ویلیج ما هم، توی این قسمت ویلیج ما هم میتونین که زیر همین پست میذارمش وارد شین و خیلی راحت توی ویلیج ما هم باشین و اینجا حمایت خیلی خوبی میکنم بچه‌ها ازتون. دیگه چیز خاصی نداره. این قسمت بمب هم خیلی تازه اومده. اینجوریه که شما یه مقداری مثلا سواب میکنین از نیر به هر توکنی، هر چی که سوابتون بزرگتر باشه یه بمب بزرگتر بهتون میده تا 12 ساعت بهتون کمک میکنه و اینجا یه بمب هست منفجر میشه و ساعتتون رو میبره جلوتر و بیشتر میتونین ماین کنین. بعد دیگه گزینه دیگه نداره بهتون توضیح بدم و همین فعلا. خیلی زود دست به کار شین، خیلی زود خودتون رو لول اپ کنین که بچه‌ها فکر میکنم ماهای آخرش باشه، فکر میکنم تا آخر ماه جوان وقت داشته باشه و بتونیم استفاده کنیم ازش. موفق باشین. خدا نگهدار.